در اینجا یک سوال درباره میانی اریتمتیکی داریم. بیاین خونیم. سوالی مشکل نیست، لیکن برای موضوع دانستن، برای تکرار کردن کار کنیم. میانی اریتمتیکی دو عدد 50/6 بوده. یکی از این عددها با 50/2 برابر است. عدد دوم رو یابید. یعنی من دو عدد دارم. بیاین در اینجا اشاره کنیم. دو عدد، یکی از عددها داده شده است. یا با معلومات ها رو نویسیم. عدد یکم چند گویم 50/2 و 50/2 و عدد دوم رو باید یابم. عدد گفته نشان دادم. اینو باید نیابیم. بعد چی با معلومات داده شده؟ میانی اریتمتیکی A1 جمع A2 تقسیم 2. این است میانی اریتمتیکی، یعنی جمع عددها تقسیم 2. چند تا عدد داریم تقسیممون شماره میکنیم. این به 50/6 برابر میشود. و بیایم برای فرمولا گویم یا میانی اریتمتیکی 50/2 جمع دوم عدد نمیدونیم تقسیم 2 برابر میشه به 50/6. از اینجا 2 به 50 ضرب میکنیم، چی میشه؟ 50/2 جمع دوم عدد برابر میشه به این ضرب چی میشه؟ 11/2 و طرح میکنیم. 50/2 به طرفی راست میگیریم، چی میشه؟ 11/2 مینوسی 5/2. و اگر این طرح رو اجرا کنیم چه میشه جواب؟ 6. و از اینجا جواب ما چی میشه؟ د میشه. این بود سوال درباره میانی اریتمتیکی.